سلام علیکم، سلام به همه اعضای گروه انگور و باغ. خدا کنه جور صحتمند باشین. فعلا قرار دارم در افغانستان ولایت پروان ولسوالی بگرام در نزد انگور شاهانه. انگور تاجیکستانی، انگور بهترین رنگ، بهترین دانه و بهترین بار داره. بنا گفتن همونه که این انگور 2 سال پیش این انگور قلمچایش اکی اسکندر از تاجیکستان به ما روان کرده بود و فعلا خوب حاصل داده و یک انگور بسیار خوشمزه است، خوش رنگ است. اکی اسکندر دستتان درد نکنه، خداوند شما را عمر طولانی نصیب کنه و خدمتی که شما به تاجیکستان کردید این خدمتتان به افغانستان هم رسید. از طریق شما این ما را تکثیر کردیم. کسایی که ضرورت داشته باشند نهال از این انشالله پیش ما موجود است و یک انگور بسیار خوشمزه است. میتونه کسی از این باغ جور کنه و دعولی خود از این بشانه. یک انگور خاص است از هر نگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.